الحميد. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. دایات قبلی الله متعال مؤمنا را آماده ساخت به که اسباب جهاد آماده بسازند، تیاری داشته باشند، مردمای بیدار، هوشیار، غافل و خوآلود نباشه. وسایلی که برای مقابله با کفار ضروری است او را آماده بسازه، اگر وسایل حسی است یا وسایل معنوی است. خصوصا در این راستا انفاق فی سبیل الله بسیار رول مهمی داره، مؤثر داره برای آماده ساختن وسایل جنگ. در اینجا الله متعال یکی از جمله مواردی که در جنگ خیلی همیشه به پیش میشه او را بیان میکنه. این مورد صلح است. زمانی که از طرف دشمن پیشنهاد صلح میشه، مسلمانان باید صلح را بپذیره. چرا؟ در این صلح خیر وجود داره، اما خود پیشنهاد صلح نکنه. چرا؟ به خاطری که علامه یا نشانه بزدلی و کم همتی مسلمانان میشه. از او خاطر باید یا خودشان پیشنهاد صلح نکرده، بلکه اگر کفار پیشنهاد صلح میکنه یا بپذیرن، رد نکنه. چرا؟ در صلح بسیار فواید است. صلح یک فایدهش است عافیت، یا از این که آدم در تکلیف و در جنگ و در مصیبت واقع نباشه، بسیار کار خوب است. یک موضوع است که کلگی را خوش داره. طبیعت انسانی همیشه مایل به می گپاست. دوم، در صلح آمادگی گرفته میتونی برای از اینکه در آینده خود قوت بدی، اسباب و وسایل مهیا بسازی، موقع و فرصت برات میسر میشه که تو خود اکمالات تا بکنی. دو، سوم، چون دین اسلام دین حق است و دین واقعیت است، دینی است که مفکوره ها را متاثر می سازه. اگر کسی تأمل در راه های از این برنامه های دین داشته باشه، بالکل قناعتش حاصل میشه. از امو خاطر با ایجاد صلح رفت آمد مسلمانان با امرای کفار پیدا میشه. به دیدن کفار عملکرد و کردار مسلمانان و همچنان برنامه های اسلام خود به خود متاثر از این نظام و از این دین میشه. مثل که در صلح حدیبیه امین موضوع بالکل مشاهده شد. کدام تبلیغات سوی که علیه اسلام از طرف دشمن میشد، زمانی که صلح برقرار شد، مسلمانان و کفار یکی با هم نشست و برخاست کردن و نمو شایعات یا دروغایی که مردم تبلیغات کرده بودن کلش قطع خاک یکسان شد. حقیقت واضح شد برای مردم که اسلام یک برنامه تربیتی، یک برنامه سالم بدون جنگ و جدل، بلکه به فضای صمیمیت مردم دعوت میده. از امو خاطر قرآن کریم از اونمو صلح حدیبیه به فتح مبین تعبیر کرد. مثل که آلی زمانی که در دیگه جاها تبلیغات سوی ما و شما شده می باشه، اگر فرد ما که بارها شما را میگم که در نمازهای جمعه در مجالس ترجمه و حدیث شما دوستایتان بیاری، ای آوردن بسیار مفید تمام میشه. علتش است که برای ازو تبلیغات غلط شده، طور برشان بیان شده که ما را نعوذ بالله دیگه از یهود کدم بالاتر معرفی کرده. زمانی بیایه حقیقت حال مشاهده بکنه، درک میکنه واقعیت. پس این یکی از جمله دعوت های مهم است. چرا؟ به خاطری که اینطور دعوت ها برای اسلام به خاطر مفید است که اسلام برنامه درست داره، زنده داره، جلب کننده داره، تشویق کننده داره. اسلام دین واقعیت است، دین خیالی نیست که محض به زبان به مردم تبلیغ کنی، مردم فریب بدی، بلکه واقعیت امی چیز است. آلی ما و شما وقتی توحید الله مردم دعوت میکنیم، از کمال دلسوزی ماست. هیچ کس خونی خدا نعوذ بالله بی ارزش قرار نمیده که، یا آبرو و عزت خدا بی ارزش قرار نمیده که مردم سرش بازی بکنه، مردم بد دو دشنام برش بگویه. اما قلب ما و دل ما میسوزه بالای اینمی مردم مظلوم که از توحید الله، یکتاپرستی الله دور هستند. زمانی که اینی صحنه ها را امی مردمایی که در گوشش تبلیغات شده ببینه، خود به خود تبلیغات ها اثرش از بین میره و دروغ امو شافگنا مکمل واضح میشه. از او خاطر است که الله متعال به مؤمنان دستور میده که شما صلح را اگر وا پیشنهاد کرد بپذیره.
الله میفرمه و این جنحوا للسلم، اگر وا مایل شدن پیشنهاد مایل کردن للسلم برای صلح و پیشنهاد کردن فجنح لها، تو هم مایل شو ای پیغمبر علیه السلام برای امی صلح. یعنی اگر وا طلب پیشنهاد نکرده باشه باز در این صورت تو پیشنهاد صلح نمیکنی. چرا ایرا وهن میگه یعنی سستی و نعوذ بالله کم همتی است. هم اگر وا پیشنهاد میکنه تو بالکل صلح را بپذیر، صلح را رد نکن. و توکل علی، اگر از این ناحیه این فکر داری که شاید وا در مقابل ما تصمیماتی بگیره، مردم جمع بکنه، قوت جمع بکنه، از کدام را ما را کمین نزنه، اینجا الله میفرمه که تنها اسباب ظاهری را در نظر بگی، دیگه بسپار به الله. و توکل علی الله، اعتماد بالای الله متعال بکو، اموری تا به الله بسپار. الله این کارا را جور میکنه، او کارساز است، نمیگذاره دشمنه که علیه شما قیام کرده بتانه یا نیروهای خود منسجم کنه، بلکه الله متعال توکل اعتماد از او را در دست بگی، الله تو را کمک میکنه. انه هو السمیع العلیم، یقینا الله شنونده است. اگر سخنایی که یا در بین خود میزنن دسیسه ها جور میکنه، پلانا را طرح میکنه، نقشه مندازه، الله گپایشان میشنوه، العلیم میدان اراده های غلط و نادرستی از یاره. از او خاطر تو از این ناحیه قطعا بی فکر باش و هیچ نوعی تر خاطر آزرده نکو که مبادا در حالت پنهانی علیه ما کدام را جور نکنه. نه، به الله توکل بکو، بالکل صلح را بپذیر. و ای یریدو یخدعوک، اگر یا اراده داره که تو را فریب بدن توسط یمی پیشنهاد صلح، دیگه خوف نداشته باش. چرا؟ فان حسبک الله، یقینا کافی است برای تو الله متعال. نه، برای پیغمبر علیه السلام تنها کافی الله هست. هو الذی، الله ذاتی است. این موضوعی نیست که تنها آلی تو را کمک بکنه، بلکه سابق و ما بعد و همه وقت کمک و نصرت الله امرای توست. هو الذی، الله ذاتی است، ایدک بنصری، که تایید تو را کرده به کمک خود، یعنی کمک غیبی خود که سبب اصلی غلبه و کامیابی شما بود. و بالمؤمنین، و کمک تو را کرده به امرای مؤمنا. دو قسم کمک الله متعال کرده، کمک حسی را و کمک غیبی را. کمک غیبی نصرت خود الله متعال بود و کمک حسی عبارت از مؤمنا که با ثبات و پایداری، با جرأت تمام، با مورال قوی در پالوی ته استاد شدهاند. وگرنه در مقابل امچو دشمن این توده کم کی استادگی کرده میتونه. اما الله متعال قلبای مؤمنا را ثابت قدم کرد، جذبه ایمان در قلبشان پیدا کرد، قلبایشان مستحکم شد، در این تو سنگرا مقاومت کردن. این کار کی بود؟ الله متعال. و الف بین قلوبهم، بزرگترین گپ دیگه ایست که در بین مسلمان ها الله الفت انداخت. یکی از رازهای کامیابی همیست که در بین لشکر تو دو دلگی موجود نباشه، که یکی بگه که من برم دیگهش میگه نمیرم، یکیش یک سخن بگه دیگهش دیگه سخن بگه، یکی با دیگه نفرت داشته باشه یا یکی بالای دیگه اعتماد نداشته باشه، بلکه در بین لشکر تو که صحابه کرام است کمال الفت و محبت قائم است، تا حدی که اگر جام آب یکیش طلب میکنه و در پالوش زخمی دیگه باشه اول بر ازو میده. از کمال الفت و محبت میشه، از ایثارگری میشه. این نیرو یا امی ماده که سبب محبت از یا میشه، این را کی میتونه؟ دنیا میزنه، مالا را مصرف میکنه، مردم جمع میکنه، نان میده، اما بازم در بین مردم الفت آمده نمیتونه. این کار الله متعال است، قدرت الله متعال است که هر قدر اسباب دین زیاد میشه، سری از او عمل میشه، امو قدر محبت اضافه میشه. شما ببینید یک کسی که خوب نماز میخونه در یک جای خیلی درست نماز بخونه، امو محبتی تو قطع از او پیدا میشه، دستی در جستجو میشی از کجاستی، چی کار داری، به خاطر ازی که هم عقیدت میافی، از او خاطر باز بعد از او سرش خیلی محکم میشی که من قدر عزت تا بکنم. علتش چیسته؟ آلی تو را خو مردم خو زیاد بوده، شاید از او کدم یک آدم خیلی عاجز گیر کرده باشی، اما نماز درست نمیخونه، هیچ میل و محبتی تو طرف از او پیدا نمیشه. از امو خاطر است که با وجه درست تابعداری دین الله متعال کردن این سبب ایجاد محبت در بین قلوب است. پیغمبر علیه السلام دیگه کار نکرده بود، زمانی که اسلام نورش در قلبای صحابه تابید و نور خود به خود در بین افراد چی کرد؟ جمع کرد، متحد ساخت. چرا؟ امور روشنی که در قلب تو بود در قلب از اون موجود بود. قرآن امیر یاد میکنه و الف بین قلوبهم، الفت انداخته در بین دلهایشان،
سخت دوست داره یکی دیگه خدا. و تو را لو انفقت ما فی الارض، اگر تو مصرف میکردی آن چیزی که در روی زمین است جمیعا تمامیشه، ما الفت بین قلوبهم، تو الفت انداخته نمیتونستی در بین دلایشان. معلوم شد که پیغمبر قدرت نداره که در قلب کسی محبت پرته. وقتی پیغمبر که شخصیت برازنده در تمام بشریت است نمیتونه در بین دو قلب محبت پرته، این کار الله متعال است. این جادوگری ساحری کافر این از کجا پیدا میکنه که دخترها و بچه را فریب داده رویسته که من محبتی تو را در دل قلب از او مندازم؟ این جادوسته، این محبتی واقعی نمی باشه. از او خاطر پیسه هایتان مصرف نکنی که فلانی را برای ما تعویض بده، شوشت بده، دوده بده که فلانی قط فلانی محبت بکنه. این گپا غلط است، نادرست است، این کلش سحر و جادوست. در پیش همچو شخص اگر کسی میره تصدیق میکنه سخنش، کافر است به قرآن کریم. حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام است: من اطاع عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. اگر تصدیقش نکردی تا 40 روز الله متعال دعایت قبول نمیکنه. محض برفتن تو مردم ما تمامی روز اینجا در کابل و در جای به نام آقا قدر مردم ها مشهور است، موادای کیمیاوی را استعمال میکنن، نیرنگ بازی میکنن، مردم ها فریب دادن، مال مردم ها چور چپاول کرد. او اصل حقیقت وجود نداره، قطعا نیست. علتش است که از قرآن بیخبر هستن. به نام آقا خود مشهور میکنه و آقا نیست. کسی که در نواده پیامبر علیه السلام باشه قرآن در دست میگیره، توحید دفاعش میکنه، نه جادوگری و سحر و شرک نعوذ بالله به مردم تعلیم میده. اما مردم نمیفهمه بیچاره. اینجا الله پیغمبر میگه که تو اگر کل زمین تمام چیزا را مصرف میکردی ما الفت بین قلوبهم، در بین این مردم تو الفت انداختن نمیتونستی. اوس و خزرج دو طایفه از یک قوم بودن، 100 سال در بینشان جنگ شده بود، به نام جنگ بعاص یاد میکرد شه. به هزارها نفر در بینشان کشته شده بود. اما به یک داخل شدن نیروی ایمان و قوت ایمان مثل برق واره در قلب از انقلاب آمد. الله متعال میفرماید این الفت الله آورده، الله انداخته، پیغمبر نمیتونه. ولكن الله الف بین قلوبهم، لیکن الله الفت آورد در بین دلهای از یا اینا. صحابه دیدن، خود فهمیدن که چه انقلاب عظیمی در بین ما رونما شد. چرا؟ به خاطری که محبت وقتی میاد که از خواسته خود تو تیر میشی. از خواسته آدم وقتی تیر میشه که به خاطر رضای الله تمام خواهشات تو زیر پای بکنی، پشتش نگردی. و این کار بدون ازی که به الله تسلیم شوی دیگر آن نداره. از او خاطر محبت میاد. محبت وقت میاد دیگر رقم محبت آمده نمیتونه. انه عزیز حکیم، یقینا الله عزیز زبردست ذات است، هر اراده را که بکنه تصمیم بگیره کسی مانع شده نمیتونه. پس چیزی را که میکنه میشه. حکیم حکمت والاست که به کدام کیفیت چقدر اندازه برای کی امی محبت باید بیاید، چه قسم بیاید، این کارش الله میدانه. او حکیم است. الله متعال احسان خدا بالای پیغمبر ذکر میکنه. علتش چیسته؟ که پیغمبر نصرت الهی امرایت است. هیچ وقت انسان وقتی که حالات ظاهریش یک کمی خوب شوه غفلت از الله نکنه، بلکه همیشه اینطور بگویه که نصرت الله پشت سرم است. پس وقتی نصرت الله را ما میخوایم حفاظت کنم که مستمر و دائم باشه، طاعت و عبادت الله را دائمی بکن، وگرنه امون نعمتی که الله برات کرده او را چی میکنه؟ از بین میبره. چرا که پیش آیت تیر کرده بودیم ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پیش آیت تیر کرده بودیم کدام نعمتی که الله برات نصیب کرده حفاظتش توسط مکمل طاعت الله میشه. از او خاطر انسان پابندی بکنه. اگر اول نمره کامیاب میشی، اگر بین مردم قدر پیدا میکنی، اگر مالت اضافه میشه، اگر مهارتت زیاد میشه، کلش از ناحیه الله متعال است. سینه خدا نزنی و بگویی که از جانب الله متعال است. اگر میخوای این سرت ازدواج پیدا بکنه از او خاطر مکمل تابعداری الله متعال بکن. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیغمبر علیه السلام کافی است برای تو الله متعال در عام حالات، مثل که در حالتهای خاص زمان مقابله دشمن هم الله نگهبانی کرد و برای تو کافی بود. در عام حالت هم الله برای تو کافی است. و من اتبعک، الله کافی است برای کسی که اتبعک کتاب داری تو را میکنه من المؤمنین، از مؤمنا. اینا
مؤمنا را الله کافی است. قرآن در اینجا یاد میکنه که کفایت الله تنها برای پیغمبر نیست، برای مؤمنان است. خو اینجا صفت مؤمن ذکر کرده، صفت ایمانه که ایمانی واقعی در قلب کسی باشه. تاسف در اینجاست امروز هم الله برای ما کافی است، اما ما به نام مسلمان هستیم، مؤمن هستیم. در تذکیره مؤمن هستیم یا میراثی از پدر و مادر فقط امو کوزه و امو دو رکعت نماز شناختیم، دیگه حقیقت دین نشناختیم. لیکن تقاضای ما است که الله ما را آنقدر نصرت کنه که هیچ کس از ما کده بالاتر نباشه. یعنی سهو و خطای خودی ماست که ما خدا به محض کلمه زبانی مستحق کل انعامات الله میدانیم، وگرنه الله وعده کرده. اینجا دو ترجمه است. یک ترجمه غلط میشه اگر اینطور بگویی یا ایها النبی پیغمبر حسبک الله، کافیست برای تو الله، و من اتبعک، کافیست برای تو کسایی که تابعداری تو را کرده، من المؤمنین، از مؤمنان برایت کافیست. باز خود صفت الله مؤمنان را شریک کردی. پیش الله گفت که فإن حسبک الله، کافی تنها برای تو الله است، دیگه کس کافی شده نمیتونه. کافی خویی را میگه که انسان برای هیچ کسی دیگری ضرورت نداشته باشی، در تمام معاملات تا او برآورده بسازه، کارش او جور بکنه. این صفت خاص برای کیست؟ الله. از او خاطر ما ترجمه دیگر کردیم که الله برای تو کافی است و برای مؤمنان هم چی است که تابعداری تو را میکنه. قرآن در اینجا چقدر نکته باریک اشاره میکنه که کامیابی مؤمنان زمان میشه که یکی خو عقیده ایمانش تکمیل باشه، دوم من اتبعک، که تابعداری تو را بکنه، در نقش قدم تو روان باشه. امروز امتها و ملتها کلش سنت رسول الله را در باد هوا گرفته، آرا و نظریات یکی از علمای خدا از حدیث پیغمبر که در بالا می تراشه. پس الله برای ازم کافی شوه؟ کلا قطعا، چرا که دستور الله را ترک کرده، آن چیزی را که الله برش فرمایش داده او را ترک کرده، دیگه طرف روان است. قرآن این نصرت خدا موقوف کرده، به این شرط گذاشته من اتبعک، کسی که در نقش قدم در تابعداری تو روان است، نور الله کافی است برش. ما امروز علاج درد کجاست؟ علاج کجاست؟ درد این است که ملت های مسلمان پارچه پارچه، ټوټه ټوټه، یکی با دیگه با هم نوا و هماهنگ نیستن. فلسطین علایده درد میکشه، در پالوش عربستان قرار در بستری راحت خواب است. کشمیر علایده رنج میکشه، پاکستان در پالوش قرار خواب است. چچن درد میکشه، افغانستان در پالوش قرار خواب است. هیچ گپی نیست. علتش نمیسته. اگر یا واقعا دنبال کتاب الله و سنت رسول الله بره، کل ملت یک واحد بدانه، باز کفر میتونه که حرکت بکنه یا کسی در کشتیایشان جای بده، میدانای هوایی برش بده. نه، از دست همی مردم است. خب پاچا بد است، اتاتورک بد است، مشرف بد است، فلانی بد است. تو مقرر کرده ایشه، تو جناب عوام بودی، همی تو ملت بودی. خب ملت دین نمیفهمه، ملت قرآن تعالی را نشنیده، او نمیفهمه رأی چی را میگه. اگر من رأی بدم چقدر مسئولیت به دوش من میایه، این را نمیفهمه که رأی چی مطلب داره. از او خاطر مردم از دین بیگانه است، خامخا مطابق ذهن خود، میل خود امو پاچا را تعیین میکنه که میل از یارا برآورده بسازه. مردمای آزاد دموکرات میخواه، فاسق میخواه، فاجر میخواه. مملکت ها را کلش در رأسش امو مردم ها را قرار میده که همیشه نوکری کی باشه؟ استعمار باشه. خود دیگه هم میدان هوایی برش میده، هم اده برش میده، هم جای برش میده، هم میارش، هم استقبالش میکنه، همه میکنه. کسایی که پابند کتاب الله و سنت رسول الله است، او را قرآن میگه که تو قطعی ازی دوستی نمیتونی، قطعی کافر دوستی نمیتونی در مقابل مؤمن. ملت بیدار نیست. علما وظیفه خود باید بشناسه. همه نهنجاری که میاد از کجا میاد، از کدام ناحیه، ریشه یابی کو، این موضوع را خب تحقیق کو، بعد از او برات معلوم میشه که اصل عاملش ما و توستیم. به خاطر که مقتدی تا نفهموندی، قرآن و حدیث برش بیان کرده نتونستی که نظر قرآن و حدیث مورد انتخابات چیست، انتخابات جایز است یا ناجایز، چه قسم انتخابات باید باشه، کی خود کاندید کنه، چی شرایطی داشته باشه. ملت بیچاره گنگ است، در تاریکی قرار داره. قرآن امور میگه نصرت الله و کفایت الله برای مؤمنان زمانی میشه که من اتبعک، در نقش قدم پیغمبر کسی روان باشه، اوجا نصرت الله میاد. امروز ملت ها اگر پس رجوع کردن به کتاب الله و سنت رسول الله، این بتهای قومیت و لسان و منطقه و گپار کلش او طرف گذاشت، این بتاست، واقعا بتاست، پرستش شده میره. یا او طرف گذاشت،
دنبال کتاب الله و سنت رسول الله رفت، باز میبینی که الله عظمت و مجد پس اعاده میکنه برای مسلمان ها، یعنی که همینطور حالت باقی میمانه.